شاید من و تو دیگر رمضان درک نکنیم، شاید من و تو در دیگر رمضان زنده نباشیم. بسیار کسایی بود که در رمضان قبلی همینجا شیوخ کرام، علما، اساتید صحبتایی داشتن. متاسفانه بسیاری از برادرای من و شما بودن که آقا نیستن. این یک چانس است برای تو مسلمان، این یک فرصت است برای تو مسلمان. از این فرصت استفاده بکن، از این فرصت استفاده بکن، اعمال صالح کسب بکن تا که در روز قیامت الله رب العزت والجلال گناههای تو را ببخشد. چون این محفل قرآنی بود، الله رب العزت والجلال برای تک تک شما اجر جزیل نصیب بکنه. انشاءالله شما که در اینجا زحمت کشیده، از راههای دور و نزدیک در اینجا آمدین، انشاءالله شما به این روز نمیمانند. الله رب العزت والجلال براتون اجر جزیل نصیب میکنه.